سلام بچه ها، امروز اومدم با 5 اتچمنت. اتچمنت اول DLQ. بچه این اتچمنت رو همش آخرش براتون میذارم. اول تیر بی نهایت کنم، رباط ها رو بذاریم. بچه این ایمه رو حتما بذارید رو بطری رو تو مولتی. حالا خوب نیست، یه ذره گنگورش میکنه، ولی بطری حتما بذارید برای هجمت خیلی خوب. راحت میتونید بزنید. حالا پرک میذاریم، حتما بازوه، این سرعت، اینم این بذارید. حالا میتونی یکیشم بردارید، من بودم بازو رو برمیشم چون بقیهش داره ایمو سریعتر میکنه. ایمو برمیداریم و خشاور میداریم. اگه بخواین حتما این اتچمنت رو بذارید حتما میدارید، این اتچمنت سرعت کسی فیزیکی میخواه رو کن میکنید، حتما باید زیاد باشن، این 4 دیگه بشن. بچه دیدید بعض نایف میکنن، اگه شما دقت کرده باشید نایف اول باید بزنی بعد بپری. بعضیاتون میرید میزنید بعد میپری، باید اول بزنید. داشتم بهتون گفتم اول میزنید. اینجا حالا میریم اتچمنت دوم، یکی سریع بده بچه. من یه ذره سنسم برم کنترل میکنم. یعنی شما اگه بتونی کنترل بکنید خیلی راحت میزنید. و دیگه بچه اگه نیست نرید، راحت اندازه یه شاتان سریع میزنید، راحت اندازه یه شاتان میزنید. حالا بریم پرک بندازیم و سریع بچه. این ستا رو بذاری خیلی خوب میشه. حالا خشاب بریشی، حالا اونجا نمیتونی بخیر بازی رو بینیم. الان هفتون حالا تیر رو غیر بی نهایت کنیم، تیر اصلا کنیم تا کنید فشار چقدر زیاده. حالا با 4 تا میتونیم برندیم اگه میسیم. کری بچه آره اگه بخوای بزنید بهتره چیزی بچه. نظر من اگه بخوایم بزنید تیاره
راه دور خیلی راحت نگاه همش بون شد بچه. راه دور حالا یه ذره بعض موقع دمیج کمتری اچس خیلی دمیج بالاتره. اچس اگه بری نزدیک 600 دمیج با پیرکای مناسبه، ولی 600 دمیج میخوای چی کار؟ حالا در آخر اتشمنت اچس هم گذاشتم براتون. شما تو کیارم اگه میسنری راحت میتونی بزنی. حالا SMG براتون میخوام نشون بدم. SMG مکتن آوردم، کامنت بذارید کنیکتم براتون میگم. مکتن یه ذره بهتره هیک فایرش، تازه چیزش هم سریعتر نمیتونی. حالا یه پرک میتونی بذاری کار در بیاریم روش. رو کیارم یادم رفت بچه ها چیز بذارم پرک. دو پرک بذاری بچه ها همش یه هولی شاید میشه، مخصوصا این پرک سامپل. خیلی کیارم حالا خلاص میگم راحت همه رو بانشد. نیاز به ایم هم ندار. اتشمنت همه اینا بچه در آخر گذاشتم براتون. حالا دستم فور تایپ 19 تایپ 19. حالا این سه تا پیک که بذارید بچه ها خیلی راحت. اگه میخواینم به جای اون بازو میتونید پیک اولیه اون که هست اون بزنید، اون باید خیلی از مکسی اتشمنت گذاشتم خیلی جمع میدن، نیاز به اون خیلی نداره. حالا اچس بچه پیک رو میذاریم در چه وانشات میکنم، ولی نه در حد کیاره یه ذره تیر بد تیرم بی نهایت کنیم. تا بچه ها یه چیزی هم خواستم بگم، کیارم هم سریعتر تیر میزنه، هم تیرش بیشتره هم سریعتر میزنه. کسی چند ثانیه تو یه ثانیه تو میشه، کیارم روونتر میزنه. اگه تو فایت مثلا میخواید بزنید یه میس بری دومی راحتی که پشتش میتونید بزنید. پاشه دیگه این مومنت ها اینا خیلی سخته بزنید، تیر پخش میشه. دیدی این مومنت ها میزنه خیلی سخته، هرچی من میزنم نمیشه. حالا ایم بگیریم بچه ایم بگیریم بیتر میشه در حد کیارم
این فاصله بچه تو شاد میکنه. میتونید میشنرید میتونید تیاره اما اونجا بدونه این میتونه گم شد. بچه ها اتشمنتار الان براتون میذارم و پرهای اچس الان بری نشونتون بدم. اما فاصله حالا بدون این میتونه تو شاد کنه. بچه چیز خیلی با چیز بهتر میشه. چون من موندم چون ممکنه این مومنتی میزنه و گیر میسم نمیدون. بچه دیگه تموم تقریبا ویدیو. الان دیگه اتشمنت‌ها رو براتون میذارم. چه به ترتیب اتشمنت‌ها رو گذاشتم. این ادیل از 117 که یارم بچه ها SMG یعنی هم مکتم اتشمنت بسیار خوبیه. HS که خیلی اتون دوست دارید.